سلام دوستای قشنگم. بریم با سیب زمینی و گوجه و تخم مرغ یه غذای خیلی خوشمزه درست کنیم. اول من سیب زمینی و گوجه ها رو قشنگ میشورمشون و بعد پوست میگیرم. سیب زمینی رو خلال، گوجه رو نگینی خورد میکنم و جدا جدا اینا رو میپزمشون. اول گوجه رو میریزم تو مایتابه که آبش کاملا تبخیر بشه و نرم بشه. توی مایتابه دیگه روغن میریزم، سیب زمینی ها رو میریزم داخلش که سرخ بشن. در حین سرخ شدن من به سیب زمینی و گوجه هم زردچوبه و هم نمک به مقدار لازم بهش اضافه میکنم. کسایی که دوست دارن فلفل هم میتونن بزنن، چون من دوست ندارم نمیریزم و میذارم کاملا اینا سرخ بشن. وقتی دارن سرخ میشن که هی هم میزنیم که کلا این ور اون ور سرخ بشه. ببینید گوجه هنوز تازه آبش داره تبخیر میشه. وقتی که گوجه آبش تبخیر شد، سیب زمینی ها هم کاملا سرخ شدن، گوجه ها رو داخل سیب زمینی میریزم که اونجا تفتشون بدم، با هم دیگه مخلوطشون کنم، یعنی به این شکل. وقتی که با هم مخلوط کردم و سرخ شدن، روغنم که پس داد و یعنی معرکه شد. وسطش رو باز میکنم که بخوام تخم مرغامو اون وسط بریزم، چون تخم مرغا وقتی این وسط باشن اینجا پخته بشن خوشرنگتر میشن، یه حالت زشتی به غذامون نمیده. وقتی که پخت اون وسط با هم دیگه مخلوطشون میکنم به این شکل. بخورید و لذت ببرید، یعنی خوشمزه ترین غذا میشه. حتما امتحانش کنید.